استاد امی مختم در خروجی زندگی میکنه استاد امی یک دیگه و همینجا یک بگیم با یک دختر کریستیانی بگیم خانه‌دار شدیم استاد. یک دو سال زندگی کردیم استاد. من که گفتم که او دختر رفتم اگر که تو مسلمان شای مقصد من قطعی زندگی میکنم که نشای مقصد جدا میشم قطعی. عاقبت استاد دختر مسلمان شد، نمازخوان شد، روزه‌دار شد. عاقبت شدیم فرزنددار. خشکرانه خدا استاد دو فرزند داریم. بعد که فرزنددار شدیم پای دختر ای نمازخوانی را ما مقصد ای همه کارهای اسلامی عقیب گشت. من خودم استاد حاجیم 5 وقت نماز میخوانم الحمدلله. مثال ارزو دارم که زنم نماز بخونه که مقصد همه همین چیزا را بس کرد استاد. در همین حالت استاد سوال بود که من در همین جا باید از چیکار کنم استاد. حج رفتم در حقش دعا کردم هر روز راستی گپ امر معروف میمونم گوش میکنیم خانه در قرآن بمونم هیچ نه که دیگه مقصد به اسلام بر نمیگرده. مقصد فقط نمازخوانی رو ترک کرد یا گفت که من دیگر مسلمان نیستم گفت؟ راست دیگه استاد هم تماما دیگه درباره اسلام گپ میزنی مقصد اینترسش پرید بگیم نه مقصد اینترس نداره دیگه نه نمازخوانی دا نه اسلام دا چقدر معلومه که آدم خیلی مقصد اینترس نمیکنه. یک من خودم استاد راست دیگه به حد در اسلام سختم الحمدلله مقصد نمازم ترک نمیکنم استاد. چی کمبودی از شما دیدگی هستی؟ کوشش کنید دعا کنید الله تعالی همسری شما رو برای راست هدایت کند دوباره. یعنی که وقتی که همراهی یک آدمی که مسلمان نیست در یک خانه زندگی میکنید باید اسلام قبول کند، بزرگی های اسلام رو بیند. فهمیدید؟ در شما کمبودی نیابد. حرکت کنید با سخنهای نیک با اسلوبهای نیک دعوت کنید با